گروه هفت. گروه هفتم الله تعالی میگه که و فی سبیل الله، در راه الله تعالی. و این کلمه عام است. در راه الله تعالی مراد جهاد است. این در زمانی مثلا وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این آیات نازل شد، جهاد جاری بود و هر دولتی که مثلا اسلامی هست و به خاک و یک دشمن متجاوز اگر تجاوز کند یا اینکه خودی آن دولت به دیگر کشور اگر هجوم کند، این جهاد است بین مسلمان ها و کافر ها. در این حالت از مال زکات به جهاد داده می شود. و این کلمه و فی سبیل الله در لغت عرب عام است. هر کاری که برای اعلای کلمت الله، برای بالا برداشتن نام الله تعالی، برای پرقوت کردن دین مقدس اسلام باشد، میشد میگن یک قسمی از علما، لیکن این قول ضعیف است. برای آنکه در اصطلاح شریعت وقتی که فی سبیل الله گفت مراد جنگ است، یعنی به آنهایی که به جنگ اشتراک میکنن، به طعام آنها، به یراق آنها، به اسلحه آنها، به این چیزها از زکات داده می شود. خیلی که اکثری کشورها اکثری بودجت خود را برای حربی خود استفاده میبرند. این هم شریعت که به مردم مسلمان هست، الله سبحانه و تعالی این را هم بیان کرد، صرف و خراجات جنگ را یعنی میشود از زکات داده شود. و این هم مثلا عین حال شاید در فلسطین باشد، شاید کم است وجودش، ولی بعضی علما میگن عام است. لیکن در مذهب امام احمد و در مذهب مالک طالب علمان شریعت، آنهایی که علم شرعی می آموزند، برای آنها زکات داده میشد، میگن به شرطی که اگر بیت المال مسلمان ها نباشد. اصلا برای طالب علم ها، قاضی ها، مفتی ها بیت المال باید مزد دهد، یعنی آنها باید از بالای مردم زندگی نکنند و از بیت المال باید داده شود. برای چی؟ برای آنکه آنها در خدمت مردم هستند. و مذهب مالکی میگوید که برای چی به طالب علم های و اهل علم میدیم؟ برای آنکه آنها گناهی فرض کفایه را از مردم برداشت میکنند. یعنی در یک شهر اگر یگان انسان نباشد که فتوا داده تواند، اهل شهر همه گناهکار میشن. در یک شهر یگان انسان است که تفسیر قرآن را نمیداند، همه گناهکار میشن. در یک شهر یگان انسانی نیست که علمی مثلا میراث را نمیداند. علم میراث آموختنش فرض کفایه است. یک نفر اگر آموزد گناه از دیگرها برداشته میشد. یعنی همین یک نفر گناهی مردم را میبردارد. برای اینها اصلا دولت از بیت المال باید مزد جدا کند. وقتی که بیت المال نیست، گفتن که از زکات برای آنها داده میشد زیر کلمه و فی سبیل الله. چون که در بعضی نصوص های سنت آمده است که خیلی که امام احمد گفتن و فی سبیل الله یعنی اهل علم گفتن. برای چی ای امام احمد؟ گفتن که برای آنکه آنها به منزلت مجاهدین در راه الله تعالی هستند. گفتن